3 رفتیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، این حال ما در غار حرا قرار داریم. در اینجا نازل شده سوره اقرا قوله الله اعلم. یعنی در اینجا الله اعلم چیه که مقصد جو مکانش که تغییر یافتگی باشه در اینجا رسول خدا صلی الله علیه و سلم در غار بود، برای که در این 1400 چند سال یعنی شاید که مثال بگیریم برف و بارون دیگه بریدگی باشه، تغییر یافتگی باشه جاش الله اعلم. باز هم یعنی ما در جای قرائت میکنیم نه به خاطر غار حرا که مثال بسیار شاید بنویسن هر خیلی گپا بنویسن، تنها به خاطر که منظری خوبه، جو زوره در اینجا نازل شده قرآن، ما خود یک قرائت میکنیم ان شاء الله. قرائت قرآن خوبه ان شاء الله، گوش کردنش گوش کنین. اگر پسند اومد ان شاء الله که لایک کاتونا زیر کنین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اینو شگری کارت فیس کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. و الهكم اله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. جزاكم الله خير. Каждому из вас, всем, братья, поделитесь, если вам понравилось. Если хотите такие ролики, иншаллах, сделаем почаще и побольше и быстрее, иншаллах. Фи амани Аллах. Ассаламу алейкум. С вами был Коди Салах.